آقای قادری، من همکنون به قول معروف رکورد مصاحبه رو ضبط کردم. اگر ممکنه یه بیوگرافی رو هم از خودتون بگید که دوستان بیشتر آشنا بشن و البته من خیلی ها شما رو میشناسن، ولی حالا برای اینکه اینها داره تازه رکورد میشه و ضبط میشه، حالا برای دوستان دیگه هم دیگه به راحتی دیگه شما رو بشناسن. بله، در خدمتتون هستم. من هیمن قادری هستم، متولد 1371 از کردستان پرستار هستم و سال 93 یا بهتر دقیق‌تر بخوام بگم 94 با موضوع بازارهای مالی و تکنیکال آشنا شدم و تقریبا یه 6 سالی 7 سالی هستش که حالا نه به صورت پیوسته ولی تقریبا بخوام بگم میتونم بگم که یه 7 سالی هستش من با بازارهای مالی آشنایی دارم و سبک‌های مختلفی رو هم طی کردم، همون مسیری که هر معامله‌گری یعنی به طور معمول طی میکنه رو منم طی کردم و الان در حال حاضر با سبک اسمارت مانی کار میکنم و آموزش این سبک رو هم در کانالم به طور رایگان تقریبا از اوایل مهر همین سال خدمت دوستان ارائه کردم و میتونم از اونجا آموزش های اسمارت مانی رو ببینم. خیلی ممنون. اول از همه تشکر میکنم از جناب عالی بابت زحماتی که میکشید برای جامعه معامله‌گری ایرانیان و فارس زبانان. واقعا جای تشکر داره و خودمون میدونیم دیگه، خودمون هم داریم فعالیت میکنیم، میدونیم چقدر این فضای کمی سخته بخوایم بگردونیم، ولی دمتون گرم، دم غیرتتون گرم که وای میسید و دارید فعالیت میکنید. انشالله که همیشه برکتش میدونم برمیگرده، روز به روز بیشتر بشه و بیشتر بهتون برگرده. خب یه کمی از روند این پروسه 7 ساله برامون توضیح میدید چی شد، چه چالش هایی رو گذروندید، چه موانعی رو بود، خلاصه ای رو بگید برامون. بله، ممنونم از شما، نظر لطف شماست. منم اگه برکتی توی زندگی هر شخصی باشه قطعا به همون هستش که بخواد برای هم نوعهای خودش یه کار مفیدی انجام بده. حالا در مورد روندی که من طی کردم قطعا همون روندی بوده که خیلی از دوستانی که در همین جمع حاضر هستن طی کردن. من هم شکست‌های خیلی زیادی رو متحمل شدم، شاید خیلی بیشتر از بقیه دوستان. من چون اون موقع که ما شروع کردیم، یعنی من شروع کردم، تقریبا یه مقداری کمبود منابع حس می‌شد. حالا چه منابعی که توی اینترنت هست قطعا به فراوانی الان نبود. الان هر کانال تلگرامی رو باز بکنی برای شما خیلی از منابع رو باز میکنه. اون موقعی که من شروع کردم به فعالیت این نبود و در این مدتی که من فعالیت داشتم مواقعی بودن الان توی اطرافیان خودم شخصی نبود که بخوام باهاش مشورت خیلی دقیقی بگیرم و خیلی از این نظر من اذیت شدم. حالا شکر خدا خیلی از دوستان با بازارهای مالی آشنایی دارن و میتونن که از اطرافیان خودشون مشورت دقیق بگیرن. من دوران سربازی بنده مقداری از بازارهای مالی دور شدم. اون وقفه‌ای که افتاد توی کار من اتفاقاً باعث شد که بتونم یه مقدار بیشتری روی خودم، روی شخصیت معامله‌گری کار بکنم و یه مقداری بازیابی بکنم خودم رو، که به نظرم اگه شخصی احساس میکنه میتونه با یه دوریه که مثلا یه دوری 1 ماه 2 ماه بتونه روی شخصیت خودش، روی روان خودش بیشتر تمرکز بکنه، لازم هستش که از بازار یه مقداری دوری بگیره و این دوری به معنی این نیست که شخص از بازار خارج شده، بلکه به معنی یک ریکاوری هستش، یک بازنگری در رفتارهای معامله‌گری و بتونه
با یک قدرت بیشتر و دوچندان برگرده به بازار. منم شکر خدا تقریبا در ماه‌های اخیر تونستم بازنگری بیشتری بکنم در رفتارهای معامله‌گری، در سبک‌ها، در روش‌های مختلف و تشخیص این رو تونستم بدم که سبک اسمارت مانی میتونه با شخصیت من، با شرایط کاری من سازش بیشتری داشته باشه و اونو انتخاب کردم و انشاءالله که دوستان هم خودشون انتخاب بکنن برای خودشون که کدوم سبک با شخصیت اونا میتونه مثمر ثمرتر باشه و میتونن باهاش بهتر ارتباط بگیرن. ببخشید. درست فهمیدید. واقعا اینکه بتونیم یه سبکی رو انتخاب بکنیم که به شخصیت ما هم بخوره خیلی میتونه در مسیری که داریم هم راحت تر باشیم، هم دلچسب تر باشه. دلچسب تر، حالا انشالله که تلفظش درست بود. یه چیزی که الان خیلی ها داخل پیوی از من پرسیدن و خواستن از شما بپرسم در مورد همین اتفاقی که امروز رخ داد، یعنی در رابطه با جنگی که روسیه الان رقمش زده. آیا اجازه هست این سوال رو از شما بپرسم که این اتفاقی که الان رخ داده و این جنگی که تقریبا میشه گفت چند وقت بود زمزمه شروعش بود و امروز رسما دیگه جنگ شد، چه تاثیر میذاره برای بازارهای مالی؟ و این چیزی بود که خیلی دغدغه افراد بود. از بس تعداد افراد زیادی داخل پیوی گفتن این سوال رو بپرسید، من این رو گفتم امشب بپرسم خدمتون. حالا اگر میخواید جواب ندید مشکل نداره، میریم سراغ بعدی، ولی اگر میدونید جوابی دارید بفرمایید. بله، فقط قبلش من یک عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه صدام یه مقداری گرفته و ممکنه که بین صحبتام سرفه داشته باشم که در اون موقع حتما میکروفون رو قطع میکنم. در مورد جنگ اوکراین خب قطعا بازارهای مالی رو متحول کرده. تا همین لحظه هم که مشاهده میکنین، همین امروز طلا 400-500 پیپ افزایش قیمت داشت و بعد از اون بلافاصله ریزشش شروع شد. تأثیراتش روی بازار ببینید قطعا نوسانات رو زیاد میکنه، چه نوساناتی که در جهت صعود هستن، چه نزولی، چه وقتی که روند ما روند صعودی داریم، قیمت ممکنه هر لحظه یک نوسان نزولی بزنه و ما رو از بازار خارج بکنه. حالا در مورد طلا مثلا، من خودم بیشتر روی طلا کار میکنم. در مورد طلا قطعا جنگ و بیماری ها و هر مسئله‌ای که بخواد یک تهدید جهانی باشه قطعا باعث افزایش قیمت طلا میشه و سرمایه رو به سمت طلا میکشونه. پس افزایش قیمت رو مشاهده میکنیم. در روزهای آینده هم اگه این جنگ ادامه داشته باشه حتما طلا میتونه تا 2000 هم بره، شاید حتی سقف بلند مدت خودش رو بشکنه اگه این جنگ وسعتش بیشتر بشه. و اما ترید در این مدت من خودم شخصا سعی میکنم یه مقداری نظاره‌گر باشم، چون قصد ندارم که استاپ هایی که میخورم سر این باشه که بازار دچار یک تکانه شده و استاپ غیر منطقی بوده باشه. یعنی من همه چیز رو رعایت کرده باشم ولی فقط به خاطر یک موجی که خبر ایجاد کرده از بازار خارج شده باشم. به همین خاطر سعی میکنم بیشتر نظاره‌گر باشم. حالا اگه شرایط واقعا مناسب ترید بود من دریغ نمی کنم از ترید، ولی توصیه می کنم به دوستان بیشتر در این مدت نظاره‌گر باشن و روی این کار بکنن که یک خبر به چه اندازه‌ای میتونه روی بازار تأثیر داشته باشه و بتونن تجربه خودشون رو در مورد اخبار و فاند روی بازار بیشتر کنن. درسته، خیلی سپاسگزارم. سوال بعدی که هستش اینه که مهمترین عاملی که شما به عنوان
موفقیت خودتون میدونید تو این بازار مالی به نظرتون چی بوده؟ بله، ببینید، موفقیت رو بخوایم معنی بکنیم، قطعا معنیش این نیست که شما بهترین باشین. در بازاری که طبق آمار 90 الی 95% مردم به سود مستمر نمیرسن، همین که شما بتونین یک سود مستمر داشته باشین، این موفقیت هستش. و وقتی که برآیند 90% مردم منفی هستش، شما اگه روزانه فقط $1 داشته باشین، یعنی شما از 90% مردم بهتر بودین. و همین رو میتونیم ما موفقیت معنی کنیم و بگیم که شخصی که برآیند مثبت داشته، فارغ از مقدارش، یعنی کمیتش برامون مهم نباشه، این شخص دونسته موفق باشه. ولی در مورد ببخشید در مورد این که چه چیزی تاثیر داشت، هر سبکی رو شما انتخاب کنین، مطمئناً برآیند خود سبک مثبت هستش و خود سبک برای بازار پاسخگو هستش. شما چه از اسمارت مانی استفاده کنین، چه از پرایس اکشن آقای البروکس استفاده کنین، چه از ایچیموکو استفاده کنین، در نهایت برای شما میتونه سودده باشه و نیازی نیست که شما بیاین سبک ها رو در جستجوی موفقیت عوض کنین. حالا این نمیگم که شما ممکنه روح و روانتون با یه سبکی نخونه و طبیعتا این میتونه باعث بشه شما با اون سبک سودده نباشین. من این رو هیچ وقت انکار نمی کنم، ولی هر سبکی برای خودش، فارغ از شخصی که معامله میکنه، سودده هستش. به نظرم مهمترین امری که میتونه یک معامله‌گر رو به سمت موفقیت ببره، اولا تداوم هستش، یعنی تسلیم نشه، مسیرها رو زود عوض نکنه، نیاد یه هفته ایچیموکو کار بکنه، یه هفته بعد اسمارت مانی و یه هفته بعدش البروکس. به هیچ وجه این شما رو به موفقیت سوق نمیده. پس تداوم و تسلیم نشدن، این میتونه مهمترین باشه. و بعد از اون میتونیم بگیم که کنترل روی روان و رفتار و خودشناسی، اینکه شخص بتونه خودش رو کنترل بکنه، چه در موقعی که یک ترید باز داره، چه در موقعی که تریدهاش هنوز فعال نشدن و در جستجوی معامله هستش. خودشناسی و روانشناسی میتونه عاملی باشه که شخص رو به سمت موفقیت سوق بده. خیلی هم عالی. پس از نظر شما یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه افراد رو به موفقیت برسونه در بازارهای مالی همین خودشناسی هستش. درست فهمیدم؟ بله بله، همینطوره. درسته. چیزی که ما تو بازار داریم، یعنی بازار خودمون رو در مقابل خودمون نشون میده. یعنی اون بی‌نظمیه، هی ول کردن توی کار، اینها رو خود بازار بهمون نشون میده. ولی بحث از خودشناسی شد. چه شکلی یک فرد میتونه به اونجا برسه؟ بله، ببینید، چون موضوع به خود شخص مربوط هستش، قطعاً این جواب رو در نهایت باید خود شخص پیدا بکنه. اما ما میتونیم بهش میانبرهایی رو معرفی بکنیم. اولا مشورت گرفتن از افرادی که قبلا یک مسیری رو طی کردن. شما وقتی که میخواین شنا یاد بگیرین، قطعا خودتون نمیپرین توی یک استخر 4 متری عمق 4 متری و باید از افرادی که قبلا این کار رو انجام دادن یه مشورت هایی رو داشته باشین باهاشون. پس میشه گفت که مشورت و صحبت با افرادی که این مسیر رو طی کردن و تجربهش رو دارن، قطعا یکی از فاکتورهای کسب خودشناسی و تسلط بر روان و رفتار خود شخص هستش. و موضوع دوم اینه که شخص مطالعاتی داشته باشه پیرامون این موضوع و بتونه که دانش خودش رو افزایش بده
و موضوع بعدی اینه که شخص قطعا حتی اگه همه این موارد رو انجام بده، در نهایت خودش میمونه و خودش، و باید خودش هم تمام این مسیرها رو تجربه کنه. همون تجربه ای که شخص خودش از بازار میگیره قطعا در نهایت همین هستش که برای ما اهمیت داره و همین هستش که میتونه شخص رو به اون مرحله معامله‌گری و اون مرحله‌ای که به مرحله خودشناسی رسیده برسونه. پس میشه گفت که اولا بخوام جمع‌بندی کنم، اولا مشورت با افرادی که این مسیر رو طی کردن، دوما مطالعه، حالا از هر جایی باشه، همین که باعث بشه شما یه مقداری دانشتون افزایش پیدا بکنه کافی هستش، و کسب تجربه توسط خود شخص اون زمانی رو که خودش در بازار میگذرونه. این 3 مورد رو میتونیم برای رسیدن به یک مرحله مناسب از خودشناسی در نظر بگیریم. درست، خیلی عالی. 3 تا مرحله رو گفتید که این 3 تا رو انجام بدیم میتونه خیلی به ما کمک بکنه. یکیش این بود که از افرادی که این مسیر رو تجربه کردن کمک بخوایم، اونها هم بتونن به ما کمک بکنن، یه مشورتی ازشون بگیریم. دوم اینکه کتاب بخونیم در اون راستا، و سوم بر اساس تجربه کردن به سمتی بریم که این خودشناسی دیگه به دست بیاد. اما در مورد چیزی که صحبت کردید قبلش، این بود که خیلی از افراد سبک خودشون رو تغییر میدن و خیلی‌ها میفتن داخل این چرخه که همش میکنن مشکل از این سبک رو دوباره تغییر میدن، دوباره 2 ماه با این، 2 ماه از اون، 2 ماه از اون. و من تقریبا 3-4 روز پیش هم یه نظرسنجی گذاشتم، نوشتم آیا شما تو فکر این هستی که سبک و استراتژی تریدت رو تغییر بدی؟ و نزدیک 40% دنبال همین بودن، یعنی اینکه بخوان دوباره سبک و استراتژی خودشون رو تغییر بدن. چی میشه که ما داخل این چرخه گیر میفتیم، چرخه‌ای که مدام دلمون میخواد به قول معروف استراتژی و سبک خودمون رو تغییر بدیم، و چی کار بکنیم که از این چرخه رهایی پیدا کنیم و دیگه هی دنبال این نباشیم که بخوایم هی سبک‌های مختلف رو بخوایم بریم و انجام بدیم. بله، ببینید، مسیر عوض کردن سبک و از این شاخه به اون شاخه پریدن تقریبا میشه گفت در اوایل کار یک مسیر اجتناب ناپذیر هستش و البته لازمه. یعنی شما که وارد بازار میشین، بلافاصله اولین سبکی که انتخاب میکنید مشخص نیست آیا شما سازگار هستین با اون سبک یا نه، و این عوض کردن سبک ها میتونه مفید هم باشه، اما تا زمانی مفید هستش که شما واقعا مطمئن باشین که اون سبک به روحیات شما نمیخوره. مثلا سبکی مثل اسمارت مانی که شما باید هی دنبال تاییدیه باشید، دنبال شکست ساختار باشین، باید دنبال این باشین که یک خورده بلاک، یک ناحیه عرضه یا تقاضا در کجا قرار داره. ممکنه که احساس بکنید این پیچیده هستش. حالا همه آدما مثل هم نیستن. برای یک سری از آدما ممکنه یک پیچیدگی رو توی این حس کنن. قطعا لازم هستش اگه نتونن باهاش سازگار بشن عوض کنن این سبک رو، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم هر سبکی میتونه شخص رو به سوددهی برسونه و باید این کسی که معامله گری میکنه سبک رو بیاد بررسی بکنه. اما این تغییر سبک از کجا دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم یک تغییر سبک مناسب؟ از وقتی که شما هنوز این سبک رو ارزیابی نکردین، هنوز مشخص نیست براتون که آیا این سبک با من سازگار هستش یا نه، فقط چون که یک سری از دوستان بهتون پیشنهاد کردن شما میگن سبکی رو که الان باهاش معامله میکنید رو رها میکنین و میرین. برای مثال الان شخصی با البروکس معامله میکنه، ببخشید من یک صدا رو قطع بکنم. شخصی که با البروکس معامله میکنه میاد همین که توی گروه ها در مورد آی سی تی و اسمارت مانی شنیده، میاد سبکش رو عوض میکنه. قطعا این مضر خواهد بود و
واقعا توش برکتی نیست، اینکه بدون اطلاع، بدون بررسی، بدون اینکه آیا سبک حاضرش، آیا سبکی که الان باش کار میکرد جواب میداد و با روحیاتش سازگار می بود، میاد اینو ول میکنه و به سمت یک سبک دیگه میره، قطعا این شخص به نتیجه مطلوب نمیرسه. و اینجاست که تعویض سبک و استراتژی باعث میشه که شخص عقب بیفته، زمانش حروم بشه و در آخر هم با سبک جدیدش هم نمیتونه به موفقیت برسه. درسته، خیلی هم عالی. یه چیز دیگه هم که در مورد این سبک ها هست، خیلی ها این شکل برداشت میکنن. مثلا یه نفر میبینه که طرف با مثال اسمارت مانی خیلی خوب موفق بوده، یکی دیگه رو هم میبینه مثلا با سبک البروکس خیلی خوب داره کار میکنه و به ذهنش میرسه که مثلا اینا رو بیاد ترکیب کنه. یوهو میاد مثلا ماستا رو با قیمه قاطی میکنه، چندین تا سبک رو میخواد با هم قاطی کنه و با خودش میگه که مثلا اگر من گن رو بدونم، فیبوناچی رو هم کامل مسلط باشم، پرایس اکشن مثلا فلان سبک رو هم کامل اوکی باشم، بعدش دیگه اینها رو من دیگه بخوام استفاده کنم، یه ترید میزنم دیگه، مثلا گن اوکی بده، اون اوکی بده، دیگه احتمال 99% من دیگه موفقم و با یه همچین دیدگاهی میاد چندین تا سبک رو میخواد با هم ترکیب کنه. به نظرتون این کار رو جواب میده یا نمیده؟ و حالا اگر توضیح در این باره هم دارید بفرمایید. بله، ترکیب سبک ها، خب یه جایی هستش که واقعا دونستن زیاد باعث عقب افتادگی و ضرر میشه. یکیش همین هستش که شما هی سبک‌های مختلف رو یاد بگیرید. اینجا واقعا نمیشه که به طور دقیق گفت ترکیب کدوم سبک‌ها با هم خوبه. حالا یک سری میان ایچیموکو رو با البروکس ترکیب میکنن، یک سری میان آی سی تی رو با البروکس ترکیب میکنن. قبل از هر چیزی من قبلا خدمتتون گفتم، نمیدونم توی گفتگوی قبلی بود، که مهندس ها میگن، امروزم روز مهندس بود، من این روز رو خدمت عزیزان تبریک میگم. مهندس ها میگن که چیزی که کار میکنه یعنی درسته. یعنی شما وقتی که با یک سبک، حالا با یک ترکیبی که خودتون چیدین، این براتون کار میکنه یعنی درسته. خودتون تعیین میکنین. وقتی که شما میان یک مقداری از البروکس رو با یک مقداری از آی سی تی ترکیب میکنین و اگه بتونین به یک نتیجه مثبت برسین، خب خیلی عالی، شما موفق شدین یک استراتژی شخصی بسازین، یک سبک رو برای خودتون شخصی سازی کنین. اینجا شخصی سازی معنی پیدا میکنه و شما تونستین از دل این دوتا سبک یک استراتژی سودده رو بسازین. خب این نمیتونیم بگیم که بده، اما این که بیایم سعی بکنیم تاییدیه های مختلف رو از سبک های مختلف بگیریم، این باعث میشه که شما سردرگم بشین. واقعا چیزی جز سردرگمی نداره. الان شخصی میاد کانال رو با آی سی تی ترکیب میکنه، خب این دوتا خیلی از جاها با هم دیگه در تضاد هستن. یعنی تضاد منظورم اینه که وقتی یک کانال شکسته، اما این در یک خرده بلاک سعودی قرار داره، شرایط خرید رو داره، ولی شما چون از کانال استفاده میکردین دیگه این معامله رو از دست میدین. من پیشنهاد میکنم در کل دنبال ترکیب سبک ها نباشین. هر سبک برای خودش کامل هستش. اگر هم ترکیب کردین، تا حد ممکن، تا حدی که براتون امکان داره، بک تست بگیریم ببینین آیا این ترکیبه کار میکنه، باعث میشه موقعیت های بیشتری رو به دست بیارین یا باعث میشه خطاهاتون کم بشه. اگه خطاها رو کم کرد، دیگه اینو شما بررسی کردین و میتونین ازش استفاده کنین. اگه نکرد، به همون اصل برمیگردین که هر سبک برای خودش تکمیل هستش و لازم نیست که ما اونو با سبک دیگه ای ترکیب بکنیم. درست، خیلی هم عالی. در مورد بک تست صحبت کردید، ممکنه یک کمی اینو توضیح بدید برای افراد چه کار بکنن برای بک تست گرفتن و چه مواقعی لازمه ما بک تست بکنیم بگیریم؟ بله، بک تست رو همیشه لازمه که بگیریم.
یعنی اگه الان یک معامله‌گر کاملا سودده هستین، بازم لازم هستش که بک تست داشته باشیم. و اما بک تست چیه و چرا باید انجام بشه؟ ببینید، شما در گذشته بازار اون چیزی رو که بلد هستین رو باید اجرا بکنید. باید ببینیم که در گذشته بازار اگه ما بودیم با روشی که میدونستیم چه کاری رو انجام میدادیم. بدون داشتن خودکار و کاغذ، حالا بدون داشتن یادداشت برداری، کلا بک تست معنی نداره. پس دوستان سعی نکنن که برن همینطوری پشت سیستم بشینن و شروع بکنن به بک تست گیری. لازم هستش که شما قبل از بک تست برای خودتون مشخص بکنین که میخواین از چه چیزی بک تست بگیرید. میاین مینویسین اون استراتژی رو که میخواین ازش بک تست بگیرین و امتحانش کنین. پس شما قدم ها رو مینویسین. اگه کانال شکست من فروش میزنم، خب پس هر جایی که در گذشته قیمت کانال شکسته، شما اونجا رو تعیین میکنین و نتیجه رو میبینین. پس شما از یه چیز مکتوب بک تست میگیرین. این مرحله یک. مرحله دو، این که یادداشت میکنین اون معامله‌ای که در گذشته انجام شد چه نتیجه‌ای داشت و به چه چیزی منجر شد. اگه من در گذشته این کارو میکردم چی میگرفتم، اینو هم مینویسین. و در آخر سر شما لازم هستش که حتما بک تستاتون رو برای خودتون یه قانونی برای خودتون بچینین. اولا اگه سبکتون کامل نیست شما اجازه بک تست نمیگیرین. یعنی چی؟ یعنی اگه شما از آقای البروکس فقط کانال رو تا الان آموزش دیدین، اجازه ندارین که بیان با دیدن جلسه اول بک تست بگیرین. این یک. دو، سعی بکنین در ساعاتی بک تست بگیرین که واقعا شما در گذشته در اون ساعت بودین. یعنی اگه شما در طول هیچ روزی ساعت 9 تا 11 معامله نمی کردین، در گذشته بازار هم سعی کنین در اون ساعت بک تست نگیرین. موقعیت هایی رو که در اون ساعت پیش اومده رو در نظر نگیرین و بیشتر تمرکزتون روی اون ساعتی باشه که الان در طول بازار بهش دسترسی دارین و میتونین در اون معامله بکنین. آخر سر هم بازم تاکید میکنم بدون نوشتن واقعا هیچ ارزشی نداره. اون چیزی که در ذهن ماست میتونه خطا باشه و ما باید به یک چیزی پایبند باشیم و اون چیز جلوی چشمامون باشه، مثل یک کتاب، مثل یک لوح که روش قانون نوشته شده. باید جلوی چشممون باشه اون مواردی که میخوایم باهاشون معامله کنیم. اگه جلوی چشممون نباشه و در ذهنمون باشه رو من واقعا مفید نمیدونم. خیلی از وقتا باعث اشتباه میشه. درسته، خیلی هم عالی. چیزی که گفتیم در مورد بک تست بود. ما یک فایل رو هم آماده کرده بودیم از خیلی وقت پیش، تقریبا 1-2 سال پیش. داخل کانال هست. افرادی که حالا میخوان اگر تا حالا بک تست نگرفتید و نمیدونید به چه شکلی هست، آموزش 0 تا 100ش داخل کانال گذاشته شده. میتونید مراجعه بکنید و برای امتحان و بک تست گرفتن خودتون از این فایل استفاده بکنید. هم آموزشش و هم اکسپرتش و نحوه نصبش براتون توضیحاتش داده شده و میتونید ازش استفاده ببرید. اما سوال بعدی اینه که یه پلن معاملاتی خب چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه؟ یه پلن معاملاتی خوب چه ویژگی هایی رو حداقل باید داشته باشه به قول معروف؟ بله، پلن معاملاتی باید تمام شخصیت معامله‌گری فرد رو شامل بشه. بالاخره شما پلن خودتون برای خودتون هستش و طراحش هم باید خودتون باشین، نه اینکه شخص دیگه براتون طراحی بکنه. اون زاییده تمام چیزی هستش که شما یاد گرفتین و قراره که اجرا بکنین. باید ترکیبی باشه از مدیریت سرمایه، مدیریت احساسات، مدیریت معامله بعد از باز شدن، مدیریت معاملاتی که هنوز باز نشدن و شما در واچ لیستتون دارین و تمام موارد فنی و چیزی که در چارت هستش رو باید در این پلن معاملاتی قرار بدین. یعنی
از نظر تسلط بر سبکی که باهاش کار میکنین شما در مرحله‌ای باشین که بتونین سوالات چارت رو در مورد اون سبک پاسخ بدین. خود چارت لازمه، خود مدیریت سرمایه و خودشناسی لازم هستش و باید ترکیب همه اینا رو در نظر بگیریم تا بتونیم یک پلن معاملاتی خوب رو بسازیم. بعد از ساخته شدن یک پلن باید یک بک تست هم ازش داشته باشیم، اینکه این نقشه، این استراتژی که ما داریم در گذشته چطور عمل کرده. این رو هم اضافه میکنیم به کارنامه استراتژیمون و اینطوری هستش که یک استراتژی میتونه برای ما کامل و آماده استفاده باشه. خیلی هم عالی. آقای قادری عزیز، دوست داشتم نظرتون رو در مورد فرق بین تحلیلگر و معامله‌گر بدونم. از دید شما این دوتا اصلا فرقی دارن یا ندارن و اینکه چه تفاوت‌هایی رو دارن؟ اگر جواب بله هست، چه تفاوت‌هایی رو نسبت به یکدیگه دارند؟ بله، ببینید، به نظر من هر معامله‌گری میتونه یک تحلیلگر باشه و هر تحلیلگری نمیتونه معامله‌گر باشه. معامله‌گر شخصی هستش که وارد معامله میشه و چیزی رو که تحلیل کرده انجام میده، به مرحله اجرا میرسونه. ولی تحلیلگر لزوما به مرحله اجرا نمیبره تحلیلش رو و فقط در مورد اون میتونه نظر بده. پس معامله‌گر سر و کار بیشتری داره با اون موضوعی که تحلیل کرده و اونو حس میکنه، با استخوناش حس میکنه، واردش میشه و تجربهش میکنه. اما تحلیلگر میتونه این کار رو انجام نده. به نظر من این تفاوتی هستش بین یک شخص تحلیلگر و یک شخص معامله‌گر. درسته. ما خیلی وقت میشنویم در مورد نظم و صبر. میخواستم یه کمی در این مورد توضیح بدید و اینکه خب نظم و صبرمون رو نمیتونیم به قول معروف مثلا تیکش رو بزنیم دیگه بگیم از امروز به بعد دیگه میخوام یه آدم منضبط و صبور در تریدمون باشم. میخواستم یعنی اگر این ویژگی رو بهبود ببخشیمش باید چه کارهایی رو انجام بدیم در راستاش و اگر توضیحاتی در این باره دارید بفرمایید. بله، ببینید، در معامله‌گری هم مانند هر حوزه دیگری ما یک نفس اماره داریم و یک نفس لوامه داریم. این نفس لوامه رو میتونیم بگیم همون نظم و صبر هستش. نفس اماره هم همون طمع و عدم مدیریت سرمایه و عجله و اینا هستش. شما اگه نتونین واقعا برای کشف یک موقعیت خوب نظم و صبر داشته باشین، قطعا اون عجله‌ای که انجام دادین باعث میشه وارد یک قسمتی از بازار بشین که خروجش ممکنه براتون گرون تموم بشه. پس ما جستجو باید انجام بدیم برای اینکه به اون صبر یا اون نظم برسیم. اما اینکه چطور به صبر و نظم دست پیدا کنیم، این موضوع رو به نظرم باید خارج از بازار دنبال کنیم. قطعا شخصی که توی انجام کارهای روزانش نظم و صبر نداره ممکنه که یه مقداری این تاثیر بذاره روی معامله گریش. شخصی که نمیتونه برای یک چراغ قرمز صبر بکنه، این شخص به احتمال خیلی زیاد نمیتونه برای گرفتن تایید از چارت صبر بکنه و این به شخصیت معامله‌گری تنها بستگی نداره. در خارج از بازار میتونیم جستجو کنیم برای رسیدن به این صبر و برای رسیدن به این نظم. حالا ممکنه بعضی از دوستان بگن خب شخصی ممکنه خیلی بی‌نظم باشه در زندگی ولی در ترید یک آدم وارد و حرفه‌ای باشه. خب این شخص درسته در خارج از بازار بی‌نظم هست، ولی اگه شما برین همین آدم رو در داخل بازار تحقیق بکنین در موردش، در داخل بازار یک شخص صبور هستش، یک شخص منظم هستش. یعنی خیلی بعید میدونم من شخصی که در بازار بی‌نظم باشه
این شخص بتونه موفق باشه. نیستش. پس نظمی رو حتما داره پیروی میکنه ازش. چطور به اون نظم برسیم؟ خب زمان بر خواهد بود. اگه الان شما شخصیتی هستین که منظم نیستین، نمیتونین کارهاتون رو طبقه بندی شده انجام بدین و یا نمیتونین صبر داشته باشین برای یادگیری، برای ورود، برای اینکه به یک سطحی از معامله‌گری برسین، نمیتونین صبر بکنین. قطعا اینجا با همون بعد خودشناسی به کمکتون میاد، همون مطالعات، همون مشورت گرفتن ها از افرادی که تجربهش رو دارن، همون گشتن خودتون درون بازار. یه بعضی مواقع هم لازم هستش که یک خلوتی رو ایجاد بکنید و از بازار مقداری دور بشین تا به اون مرحله صبر و نظمی که مطلوب خودتون هست برسید. آقای قادر یه لحظه صداتون قطع شد. بله الان صدای منو دارین؟ بله بله اوکی. بله. درسته، خیلی هم عالی. پس یه چیزی که خیلی بهشم پرداختین ریکاوری کردن بود که علاوه بر اینکه این ریکاوری میتونه در برآیندگیری به ما کمک بکنه، گفتیم میتونه در صبوری و نظم ما هم بتونه به ما کمک بکنه. درسته؟ بله همینطور. درسته، خیلی هم عالی. اما یه سوالی که خیلی ها برشون جذاب هست اینه که به نظر شما طلا بهتر میتونه جای سرمایه گذاری باشه برای امسال یا روی بیت کوین؟ خیلی از افراد مثلا شاید تریدر نیستن، معامله گر نیستن و اصلا وارد این فضا نیستن و فقط میخوان در حد یه سرمایه گذاری بکنن و احتمالا شاید ممکنه داخل این به قول معروف لایو ما هم الان باشن. اگر بخواید یه پیشنهادی بهشون داشته باشید، شما نظرتون روی کدومی که هست؟ اصلا پیشنهاد داری در این خصوص یا خیر؟ ببینید من پیشنهاد رو به خودم میدم و مخاطب این پیشنهادم واقعا هیچ شخصی نمیتونه باشه. هر شخصی میتونه برای خودش نظر متفاوتی در این مورد داشته باشه. واقعا مشخص هم نیست که حق با کدوممونه. حالا ممکنه دقیقا همون چیزی که اکثریت روش توافق داشتیم کاملا خلافش اتفاق بیفته و این هیچ بعید نبوده، در طول تاریخ بوده. خیلی از افراد منتظر یه موردی بودن ولی خلافش رخ داده. پس من مخاطب این پیشنهادم خودم هستم و این پیشنهاد رو برای خودم دارم که دوستانی که مخالف نظر من هستن دلگیر نشن. من اگه سرمایه زیادی داشته باشم قطعاً وارد طلا خواهم شد. وارد طلا و املاک و این موارد و وارد بازار بیت کوین و اینا نمیشم. یعنی میشم ولی با یک سرمایه خیلی کم. ولی اگه سرمایه الانم کم هستش، من ترجیح میدم که این ریسک رو روی بیت کوین و یا یک ارز مناسب دیگه انجام بدم و از بازار طلا دوری کنم. درسته، خیلی هم عالی. هم برای سرمایه های کلان گفتید و هم سرمایه های افرادی که کم هستش و دقیقا هم همینطوره دیگه. همه تحلیل ها و نظرها شخصی هست و نظر یک شخص هست و قرار نیست حتما اون اتفاق بیفته یا اینکه عکسش اتفاق بیفته، چون که بازاره و بازار جای احتمالاته و هر اتفاقی هم ممکن هست. این رو دارم به همه عزیزان میگم که حتما هم نسبت به تحلیل هایی که گذاشته میشه داخل کانال و هم الان صحبتی که الان شد بعدا گله و شکایتی رو نسبت به ما نداشته باشن. یه بخشش در مورد مکتوب کردن بک‌تست ها صحبت کردیم. حالا میخواستم نظرتون رو در مورد کلا ژورنال نویسی بدونم به چه صورت هستش و نظرتون در این باره به چه صورت هست. بله ببینید قبلش من دوباره عذرخواهی میکنم دوستانی که تازه اومدن. یه مقداری صدام گرفته و ممکنه اگه سرفه‌ای داشتم حتما ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم که
بپذیریم. در مورد بک تست و ژورنال نویسی و اینا، ببینید شما باید یک مسیری که طی کردین رو بنویسین. حالا لزومی نداره که ژورنال نویسی رو در طول تمام دوران معامله گریتون انجام بدین، ولی تمریناتی که انجام میدین رو، تمریناتی که برای خودتون از قبل مشخص کردین و اینا نمیتونیم ازش دست برداریم. شما در ژورنال نویسی بهتره که سعی بکنین هر اتفاقی که در بازار براتون اتفاق افتاد، هر معامله‌ای که باز کردین، هر حسی که در طول معامله داشتین رو یادداشت کنین و بتونین بعداً در مورد اون معامله برای خودتون یک تصوری که روی کاغذ آوردین، حالا روی یک جایی یادداشت کردین رو ببینین. این کار حالا اوایل تمرینات خیلی لازمه اینه که ما به تسلط برسیم. نمیشه که ازش دست کشید و واقعا اجتناب ناپذیر هستش. نمیشه که شخصی بدون ژورنال نویسی، بدون بک تست، بدون تمرین برای تسلط به سبک در گذشته بازار بتونه به تسلط برسه. من حتما توصیه میکنم برای دوستان بیاین کاغذی رو بیارین، دفترچه یادداشتی رو بیارین، یک خودکار بیارین، هر معامله‌ای که باز کردین و حتی معامله‌ای که باز نکردین، یعنی معامله‌ای که در نظرش داشتین ولی به دلیلی که میخواستین بازش نکردین، این رو هم یادداشت کنین. این هم خیلی مهمه و نتیجه معاملات رو هم بنویسین. این معامله من فکر میکردم که سودده نمیشه به اون دلیل، ولی معامله سودده شد. این معامله من فکر میکردم که سودده نمیشه، فکر میکردم که اگه واردش بشم به سود خوبی میرسم، ولی خب نرسیدم. حستون رو هم در طول معامله برای خودتون باید بنویسین. اینکه سعی کردم زود معامله رو ببندم ولی معامله به تیپی رسید. اینا رو همه باید حتما یادداشت کنین و در نهایت بتونین برای خودتون آرشیوش رو داشته باشین و ازش استفاده کنین. دقیقا همینطوره. دقیقا ما هر جا انسان بخواد بنویسه، این نوشتنه باعث رشدش میشه. حالا بحث ترید هستش، ولی تو بقیه مواردن که ما نگاه میکنیم این نوشتنه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. آقای قادری، میخواستم نظرتون رو درباره کانال های VIP و از این دست کانال ها بدونم. نظرتون در مورد این کانال ها چیه؟ خیلی از افراد هستن که میخوان وارد این کانال ها بشن و اشتراک تهیه بکنن و میخواستم نظرتون رو در این باره بدونم. بله، من ابتدا در دو تا سناریو در نظر میگیرم. یک کانال VIP سودده هستش، این سناریوی اول، و یا کانال VIP خودش سودده نیست. خب آیا کانالی که سودده هستش، شما این تضمین رو دارین که تمام معاملاتی که بهتون میگه رو بگیرین؟ خب قطعا سودده بودن به معنی درست بودن تمام معاملات نیست. ممکنه که برایند سودده باشه. شما باید تمام معاملات رو بگیرین تا بتونین اون برایندی که اون میخواد رو داشته باشین. آیا شما میتونین هر لحظه که اون کانال یه سیگنالی رو ارسال کرد بزنین؟ این یک. دو، آیا شما میتونین هر لحظه که اون کانال گفت که مثلا سیو سود انجام بدین، افزایش حجم انجام بدین، ریسک فری کنین، ببندین، آیا شما میتونین پیوسته روی فضای تلگرام باشین برای اجرای این اوردرها؟ قطعا بعید میدونم اعضای کانال بتونن این رو همراهی بکنن. پس ممکنه یک کانالی حتی سودده باشه واقعا. حالا چیزی که توی بازار نداریم قطعیته. پس ما نمیتونیم بگیم تمام کانال ها ضررده هستن، ولی دیدیم که با وجود سودده بودن هم بازم شما یه تهدیدی رو باید احساس بکنید. اونم اینه که نمیتونیم به اون معاملاتی که شخص میگه پیوسته اون اوردرها رو اجرا کنیم. این در مورد سودده بودنش سناریو سوده. سناریو ضررده هم مشخص هستش. یه مقداری، یه مدتی شما با کانال طی میکنین و میبینین که حسابتون به جای رشد داره پسرفت میکنه و اینجا دست از کار میکشین.
بخوایم در کل توصیه بکنیم به دوستانی که در دنبال کانال هستن، به نظرم این کار رو انجام ندین و سعی کنین خودتون مسیر رو پیگیری بکنین و خودتون اون اتفاقاتی که توی بازار میفته رو دنبال کنین، چون کانال وی آی پی واقعا شما رو وابسته میکنه. هر لحظه ممکنه طرف به سرش بزنه کانالش رو برداره. اون موقع شما چیکار میکنین؟ دوباره میان نقطه صفر. پس بهتره که از همین اول اون خطری رو که ما رو تهدید میکنه، چه در صورت سودده بودن چه در صورت ضررده بودنش رو، همون روز اول، جنگ اول به صلح آخر، همون لحظه اول برداریم و قیدش رو بزنیم. خیلی موافقم با این حرفتون. یعنی ما حالا خیلی کم داشتیم سناریوهای اول که یعنی یک کانال وی آی پی سودده باشه، ولی با همون فرض هم میبینیم که نمیتونیم مثل اون شخص بخوایم هی عملکرد رو داشته باشیم مثل اون شخص و میبینیم که در نهایت حسابمون به جای رشد داره سقوط آزاد ازش به قول معروف سرمایه از بین میره. ما خیلی میان افراد پیوی میگن که آقا فلان کانال فلان چیز ما اینقدر هزینه اشتراک دادیم و الان هم این شکلی شدیم و ما هم دیگه کاری از دستمون بر نمیاد و ما خیلی دیدیم چندین مورد و چندین موارد از این دست و افرادی که سرمایه هایی حالا بالای نمیدونم 2000 تا داشتیم، بالا 10,000 تا بود، بالا 5,000 تا بود، $100 بود. حالا بجز هزینه های اشتراکی که میدادن، حساب هایی که داشتن افراد مختلف و حساب های مختلف که حساب ها کامل از دست رفت. و حالا میخواستم یه چیز دیگه ای رو ازتون سوال بپرسم جناب آقای قادری. خیلی از افرادی که تازه میخوان وارد این بازار بشن، خب به خاطر این وارد این بازار میشن که اینجا درآمدش به دلار به ریال نیست دیگه. خب میتونن اگر مثلا به یک فرایند سوددهی برسن یه درآمد خوبی رو داشته باشن و اینکه یه همچین فضایی رو داره دیگه. ولی نکته ای که هست خیلی از جاها، خیلی از دوره ها، خیلی از افرادی که تبلیغات سنگین رو انجام میدن میان این تصور رو در شخص ایجاد میکنن که فرضاً بیاد این دوره رو تهیه بکنه، با این بازار مالی آشنا بشه دیگه، سال بعدی کل هزینه های سفر اروپاشو بسته، کل درآمد 7 نسلش رو دیگه میتونه تأمین کنه و با یه همچین دیدگاهی میان وارد این مارکت میشن. به نظر شما یک درآمد معقول از این بازار چقدر هستش بر حسب درصد؟ حالا به دلار که نمیتونیم بگیم چون که طبیعتا حساب ها مختلف هستش. بر حسب درصد بخوایم بگیم چقدر یک رشد داشته باشه حسابه این یک معقول متوسط خوبه و پذیرفته هستش؟ بله، متاسفانه موردی که باش دست و پنجه نرم میکنیم در بازارها همونی هستش که بهش اشاره فرمودیم و یک رویا فروشی رو ما شاهد هستیم. هر روز هر جایی ممکنه صورت بگیره و شخصی که وارد بازار میشه بعد از مدتی میدونه که واقعا اون از اون مواردی که فرمودین سال بعدی تور اروپا رو به طور کامل به دست میاره، میبینه که خبری نیست. حالا من بازم خدمت دوستان عرض میکنم چون این چیزی غیر ممکن نیستش، یعنی ما قطعیتی نداریم. ممکن هست شما واقعا سال بعد یک هزینه تور اروپا رو از همین بازار کسب کرده باشیم. پس بهتره که ذهنمون رو محدود نکنیم. اما اکثریت متوجه میشن که از این خبرها نیستش و متوجه میشن که باید با یک دید منطقی تر بازار رو دنبال میکردن. اما حالا که فرمودین در مورد 1% معقول، من به نظرم اگه این تنها شغل شماست فرق میکنه با اینکه تنها شغل شما نباشه و درصدهای معقول هر کدوم فرق میکنه. اگه بتونین 30% در یک سال یک حساب $10,000 $15,000 رو افزایش بدین، واقعا شما شاهکار کردین. بهتره که ما هم به سمت رویا فروشی نریم بگیم 200%، 300%.
غیر ممکن نیستش که شما 300% در طول یک سال رشد ندین. این نکته رو در نظر بگیریم. ولی بخوایم بگیم که شما چه اندازه ای رو طی کردین که بگیم عالی بودین، من میگم اگه 30% در طول یک سال رشد داده باشین، این عالی هستش و ما میتونیم بگیم که شما کارتون رو بلدید. اگه تنها شغلتون باشه، خب قطعا این درصد باید یه مقداری بیشتر باشه. شما تکیه کردین روی این شغل. اگه تنها شغلتون نباشه، میتونیم یک درصد پایینتری رو در نظر بگیریم برای اینکه شما تونسته باشین به یک سود معقول برسیم. پس من نظرم همون 30% است. اگه شخصی بتونه در طول یک سال 30% حسابش رو رشد بده، یک حساب 20,000 دلاری، 10,000 دلاری، من میتونم در مورد بازار مالی واقعا بهش اعتماد کنم. حرفتون کاملا صحیحه. ما این بحث و این سوال رو میپرسیم خدمت همه افرادی که میان، که افراد خدایی نکرده گول این افرادی دورهایی که توی اینستاگرام برگزار میشه، آقا توی یک هفته سرمایه 10,000 برابر شده، 1,000 برابر شده، 500 برابر شده، یه سرمایه رو تو 2 ماه اومده این کارش کرده، فلان درستش کرده. اون شخصی که میتونه یه سرمایه رو یک حالا حسابی رو 200 برابر بکنه، اصلا طی یک سال دیگه اصلا نیازی نداره به خدا بخواد بیاد پکیج بفروشه، دوره بخواد بفروشه، واقعا به اینجور چیزها نیاز نداره. خواهش میکنم گول این درصدهایی که خیلی فضایی هست رو نخورید. البته اینجا گیلیم افراد مشخص نیست. شما میتونید توی یک سال انقدر خوب کار بکنید که بتونید واقعا همه اون چیزهایی که توی رویاهاتون هست به واقعیت بپیونده. ولی منطقی نیست. از لحاظ منطقی اینجا هیچ حدی نداره، ولی منطقی نیست اون درصدهایی که به شما میگن. علل خصوص افرادی که تازه کار هستن و میخوان وارد این بازار بشن، خواهشاً همچین دیدگاهی رو نداشته باشن. اگر ما یه کمی بریم وارد بحث‌های روانشناسی بشیم، متوجه میشیم چقدر این دیدگاه‌ها باعث میشه خیلی از افراد حساب‌های کلانی رو بخوان به خاطر همین دیدگاه‌هایی که بقیه بهشون دادن از بین ببرن و به قول معروف روی حسابشون قمار بکنن. فکر میکنن خب به قول معروف یه مدیریت سرمایه رو رعایت نمیکنن، میخواد برسه به اون 200%، 300%ی که حالا توی فلان کانال میگفت، توی فلان پیج اینستاگرامی میگفت، و میاد قمار میکنه روی حساب خودش و حساب خودش رو از دست میده. ما چندین و چندین مورد مثال از این افراد داشتیم، دیدیم و دیدیم چه سرمایه های از بین رفت. و خواهش میکنیم که یک دیدگاه منطقی رو نسبت به این بازار داشته باشید. آقای قادری، بحث از مدیریت سرمایه شد، اگر ممکن هست یه توضیحی هم در این باره بفرمایید. بله، قبل از هر چیزی من در مورد بحث قبلی، ببینید شخصی که به شما میگه من این کار رو انجام دادم، خب خیلی ساده ازش یه استیتمنت بخواین، ازش یک اینوستور بخواین، ازش یک لینکی بخواین که بتونه ثابت کنه. من اگه شخصی بگه تونستم حسابمو 10,000% در یک روز رشد بدم، اگه بتونه بهم ثابت کنه، من واقعا سر تعظیم براش فرود میارم. همینطوری نیست که در همون مرحله اول رد کنم حرفشو. حالا لزومی هم نداره که شخص بیاد حساب اصلی خودش رو، همون حسابی که منبع درآمد خودش هست رو به ما نشون بده. ولی معمولا افراد که دنبال این هستن میتونن خیلی ساده بیان یک حساب جزئی، یک حساب خارج از حساب واقعی خودشون رو باهاش کار بکنن. مثلا بیان یک حساب کوچولو رو رشد بدن تا ما حداقل بتونیم کارنامه این اشخاص رو ببینیم. خیلی ساده، خیلی ساده میتونیم یک استیتمنت بخوایم و بتونه یک استیتمنت، یک اکانت کوچیک رو به ما بده و بتونیم بررسیش بکنیم. این در مورد خود مبحث ادعاهایی که در اینستاگرام و تلگرام و حالا بعضی جاها میشه. پس ما به این شیوه با ادعاها برخورد میکنیم. اما در مورد مدیریت سرمایه، لطف کنیم ببینین سرمایه ما نباید در یک روز بیشتر از 2% کم بشه. حالا اینو برای سرمایه های بالای $1,000 عرض میکنم، وگرنه سرمایه $100 رو
مدیریت سرمایهش یه مقداری سخت هستش. ما نذاریم روزی 2% افت بکنه یا بیایم به طور دقیق روی هر پوزیشن تعیین بکنیم که چه مقداری باید ریسک بشه. در مورد حساب‌ها برای مدیریت سرمایه‌شون، در هر پوزیشن بسته به نوع تاییدیه‌ای که گرفتین، حالا تاییدیه‌تون ریسکی هستش، تاییدیه‌تون یک تاییدیه معتبر هستش، طبقه بندی کنیم. برای تاییدیه ریسکی من 0.5% ریسک میکنم. برای تاییدیه منطقی من 1% ریسک میکنم. ببخشید، من 1% ریسک میکنم. اگه در طول روز حسابتون بیشتر از 2% افت کرد، لطف کنین معامله رو دست نگه دارین و بیخیال معامله در اون روز بشین. به فکر جبران نباشین. ببینین قطعا خیلی از دوستان تجربه کردن، منم تجربه کردم خیلی زیاد. وقتی که به فکر جبران میافتیم واقعا دیگه داریم قمار میکنیم، قمارباز هستیم، رعایت نمیکنیم خیلی از جنبه ها. ما تا حدی میتونیم دنبال جبران باشیم که از حد ضرر روزانه خودمون عبور نکرده باشیم. پس شما علاوه بر این که یک حد ضرر دارین در هر ترید، یک حد ضرر روزانه هم دارین. در هر ترید 0.5% ریسک، در یک روز 2%. اگه من 4 تا استاپ خوردم در روز، دیگه اون روز رو، خیرش رو به شرش میفروشم و بیخیال اون روز میشه و دست از معامله نگه میدارم. به نظرم دوستان برای مدیریت سرمایه حتما هم حد ضرر روزانه بذارین، هم حد ضرر تک معامله ای، تا از شر این مواردی که حسابتون رو واقعا به طور وحشتناکی کاهش میده در امان باشین. خیلی هم عالی. در مورد هم حد ضرر روزانه صحبت کردید، هم حد ضرر هر معامله و این واقعا یکی از مهمترین ملاک های ما در مدیریت سرمایه هست که یک حد ضرر روزانه یا هفتگی و بر اساس اون شخصیتی که در داخل معامله، چون که یک نفر هست معامله‌ای که انجام میده ممکنه 3-4 روز طول بکشه تا به نتیجه برسه و خب اون شخص بهتره هفتگی انتخاب کنه. اون شخصی که معاملاتش نهایت تو 1-2 روز، یه روز یا چند ساعت میرسه به نتیجه، بهتره اون رو همونجور که گفتن روزانه انتخاب کنن. آقای قادری عزیز، آیا سوالی هست که دوست داشتید من ازتون بپرسم و من از شما نپرسیده باشم و الان بخواید اونو بگید و جوابش رو هم بفرمایید و توضیحاتتون رو بفرمایید در این باره؟ بله، من خیلی از چیزایی که این روزا دوستان ازم میپرسن اینه که واقعا بهترین سبک کدومه؟ ICT هستش که الان دیگه بازار واقعا بازار گرمی داره، یا همون سبک‌های قدیمی جناب گلشایان تدریسشون رو انجام دادن سالهای پیش، خیلی سال پیش، 10 سال 11 سال پیش؟ کدوم بهترین سبک؟ لطفاً این مورد رو از ذهنتون حذف کنین که بهترین سبک کدومه، چون که واقعا بهترین سبکی وجود نداره. تمام سبک ها، واقعا میگم اگه یه مقداری دقت کنید، تمام سبک ها یکی هستن و ریشه مشترکی دارن. در این شرایط ما دیگه دنبال کدوم بهتره نمیگردیم، چون این جواب مشخصی نداره. حالا که شما میبینید 50-60% تریدرهای ایرانی اومدن سمت اسمارت مانی، به معنی بهتر بودن این سبک نسبت به بقیه سبک ها نیستش. حتما این رو هم تجربه خواهید کرد و متوجه خواهید شد که این سبک دقیقاً به همون اندازه که برتری داره نسبت به بقیه، دقیقاً به همون اندازه ضعف داره نسبت به بقیه. دنبال بهتر بودن نباشیم، دنبال بهترین سبک نباشیم و دنبال یک مسیر کامل نباشیم، چون واقعا هیچ مسیری کامل نیستش. هر جا که بریم ضعف‌های خودش رو هم داره، بهتره که ما بپذیریم اینا رو. در نهایت چیزی که مهمه، خواهش میکنم ازتون، اینه که خیلی روی مدیریت سرمایه و کنترل روی خودتون کار بکنید. خیلی مهم هستش که شما تصمیم‌های عجولانه نگیرید. خیلی از دوستانی که اینجا کال شدن، خودم هم یکیشون هستم،
دیدیم که کال شدن ما به خاطر این بود که میخواستیم جبران کنیم ضررمون رو که در گذشته متحملش شدیم، مخصوصا اون ضرری که از سود رفته. این خیلی ما بیشتر میخوایم جبرانش کنیم، خیلی خطرناکتر هستش. یعنی شما روزی $40 سود داشتیم، ولی یه معامله انجام دادیم این $40 شد $10. این جبران سود رفته خیلی خطرناکتر هستش. لطف کنین قانع باشین به یک حد سود روزانه هم اگه تونستین بذارین برای خودتون. حالا درسته ما نباید محدود کنیم، ولی بخوایم از آسیب ها جلوگیری کنیم بهتره که یک حد سود روزانه هم داشته باشیم. لطف کنین روی روانشناسی، روی تمرکز، روی صبر و روی اینکه نخواین زود به نتیجه برسین بیشتر کار بکنین. این چیزیه که واقعا بهش میرسین. دوستانی که تازه وارد بازار شدن میرسن به این که هر سبکی رو که میرفتن میتونست براشون سودده باشه، ولی اون چیزی که مانع سودشون میشد یکیش احساسات بود و یکیش مدیریت سرمایه. در مورد حد سود روزانه یا حالا هفتگی، حالا هر چیز ملاک هست، به نظرتون سوال پرسیده چقدر باشه، چه میزان باشه؟ این رو هم اگر ممکنه یه پاسخی بدید. بله، هیچ محدودیتی در سود وجود نداره. همین امروز اگه شما می اومدین روی طلا یک بای با 0.1 لات میزدین، حسابتون ممکن بود خیلی رشد کنه. پس ما هیچ حد، یعنی هیچ محدودیتی نداریم، ولی اگه بخوایم برای خودمون به طور منطقی حد سود بذاریم بسته به میزان سرمایه‌مون، حالا 1% سود برای $100 خیلی فرق داره با $10,000. ولی بخوایم به طور میانگین بگیم، به نظر من هفتگی 2%، 3% سود برای یک سرمایه $10,000 خیلی مناسب هستش. حالا این وسط کم و زیاد هم میشه. شما هر هفته نمیتونید به 3% سود برسید. ممکنه یه هفته برآیندتون منفی باشه و از سود کلتون کم بکنید، ولی در کل بخوایم بگیم به طور میانگین، من میگم هفته‌ای 2% واقعا یک سود عالی هستش. جناب قادری خیلی خیلی لطف کردید. بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه این قسمت ما میزبانشون چرا جا میگم؟ خب داشتم درست میگم. ما میزبان شما بودیم، اینو بذارید به پای خستگی. ما میزبان شما بودیم، خیلی خوشحال شدیم از اینکه تا این لحظه ما در خدمت شما بودیم و خیلی سپاسگزارم از اینکه این قسمت رو پذیرفتید و وقتتون رو برای ما گذاشتید. خیلی ممنونم از شما. من به خاطر یک شرایطی که اومده مجبورم این مسابقه رو کمی زودتر تموم کنم. خدمتتون قبلا توضیح داده بودم. از همینجا خودم شخصا خداحافظی میکنم از یکایک شما. جناب قادری از شما هم خداحافظی میکنم. اگر خداحافظی دارید بفرمایید که انشالله این مسابقه رو هم به پایان برسونیم. بله، خیلی تشکر میکنم از شما. خیلی از دوستانی که حضور پیدا کردن تشکر میکنم و دست همشون رو میبوسم که صحبت‌های ما رو شنیدن. من شرایط شما رو درک میکنم و انشاءالله که موفق باشین و بتونیم همگی از این بازار سودی کسب بکنیم. من میگم خدمتتون هیچ شخصی کامل نیستش قطعاً. منم از همون اشخاصی هستم که کلی ایراد داریم، کلی اشتباه داریم و همین لازمه آدم بودنمونه، انسان بودنمونه. اگه جمله‌ای که من در این مصاحبه خدمت دوستان عرض کردم به دلتون ننشست و به نظر شما من اشتباه گفتم، من عذرخواهی میکنم و امیدوارم که منو ببخشین و این رو با اغماض این که ما هم انسان هستیم و پر از اشتباه و خطا، امیدوارم که ما رو ببخشین.